وقتی آمریکا به خاطر سیاست‌هایی مثل ترافل بن ترامپ فعلا درش رو بسته، خیلی ها میرن سراغ گزینه‌هایی که از قبل هم جذاب بودن، مثل اروپا. بزرگترین مزیت اروپا برای خیلی از ایرانی‌ها شهریه‌های کم یا حتی تقریباً صفر در بعضی کشورهاست، مثل آلمان، بعضی کشورهای اسکاندیناوی یا بعضی برنامه‌های خاص در جای دیگه. در حالی که شهریه امریکا همین الان هم بالاست، هم عملاً در دسترس ما نیست، اروپا واقعاً میتونه گزینه بهتری باشه. از طرفی کیفیت دانشگاه‌ها و برنامه‌های انگلیسی زبان، مخصوصاً در مقاطع ارشد و دکترا تو خیلی از کشورهای اروپایی خوب و قابل قبوله. میتونی هم درس بخونی، هم با یه فرهنگ خیلی متفاوت آشنا بشی و هم با گرفتن ویزای شنگن به اکثر کشورهای اروپایی سفر کنی. اما چالش‌های خودش رو داره. 1. زبان محلی. حتی اگر برنامت و رشتت انگلیسی باشه، برای کار دانشجویی، زندگی روزمره و بعداً پیدا کردن کار، زبان اون کشور خیلی مهم میشه. 2. بازار کار. در بعضی کشورها بعد از تحصیل پیدا کردن کار واقعاً سخت‌تر از کانادا یا امریکاست. و 3. قوانین اقامت. هر کشور سیستم خودش رو داره. بعضیا راحت‌تر اجازه موندن میدن، بعضیا نه. در نهایت در شرایطی که امریکا فعلا گزینه عملی نیست، اروپا برای خیلی ها میشه گزینه اصلی. اگر حاضر باشی یه زبان اروپایی رو جدی یاد بگیری و برای بازار کار هم تحقیق کنی، اروپا میتونه انتخاب خیلی هوشمندانه‌ای باشه. میتونه پله ترقی شما باشه. و اگر بعدها در آمریکا باز شد، تو همزمان هم مدرک اروپایی داری، هم تجربه زندگی در خارج از ایران.